الو نقو حالشان خوبه خلاصین نقو پپه میگم صندوق کیلو پارو جنسه آره نوردین خانزاده‌شون اینجاست سریال نوخه اجازه بده اجازه بده نشستی اینجا برای خودت داری کیلو جنس بگی خجالت هم نمیکشی برو بگو گندتون نده مموری بیاد ای بارک الله چقدر زیبا صحبت کردی های خانزاده شما خودت با من مقایسه کردی که هیچی منو گرفتی تو این کردی که هیچی مردی سلمانه با 550 کیلو پس آوردی که هیچی آقا نورگن ایشون داره رسما به من توهین میکنه من خواهش میکنم یه گریش سفید بیاد پدرمینی بکنه احمد پرمخبر رو بگید بیاد به نظر من داری میری حداقل نه تو با خودت نباید بذار چراغای این خونه روشن بمونه. اینا چیه؟ اینا چراغه چی؟ به عرض بگی؟ نه محمود شهریاری پشت داره در واکن بیاد تو افتاد به نحوه خداوند جان آفرین یک روز امیر مهدی ژوله میخوره به لوله واقعا الان وقت جوک گفتنه الان امباپه با جت شخصیش رفته اونجا داره حال میکنه و ما دنبال جوکی